امروز شادی نشاط 35 oileyi ساکنان شهری استرابشن ولایت سوخت را حد و کنار نبود، زیرا پیوندانشان که به بیماری‌های سرایتی التهاب دو طرفه شش گرفتار گردیده بودند با جهد و تلاش‌های خسته‌ناپذیر طبیبان و کارمندان میانه طبی شهر تبابت کامل گرفته به خانه‌هایشان رخصت داده شدند. از این حساب 19 نفر بیماران سن و سال گوناگون در مؤسسه دولتی مرکزی بین ناحیه‌ای دلشناسی و تبابت فرا گرفته صحت و سلامت امروز به خانه‌هایشان برگشتند. طبیبان و کارمندان میانه طب شهر استرابشن با جسارت و مردانگی و جانفدایی و فعالیت دست جمعانه توانستند بر بیماری التهاب دو طرفه شش غالب برآیند. پیشمون دور نرفتم. یک خیلی همینو اگر اینو نمی بود ما ناس نمی شدیم. همشون بر احمد رسا سرمون با اومدن. چند بار همین تمپراتوری سخت کتی خورفتم. از دیگه من نقص کردن، صحت کردن. امروز بیمارخانه مرکزی شهر با همه 24 شعبه و فراگیری 620 کرد با انواع کاملی داروباری‌های تبابتی، نقاب و دستپوشک‌ها، پخته و محلول‌های آنتیسپتیکی و خوراکواری‌ها تامین است. در انبارهای بیمارخانه به مبلغ 743567 سومانی داروهای مختلف تبابتی، 5706 جفت دستپوشک‌ها، 4200 عدد نقاب‌های طبی، 880 عدد سرلباس مخصوص یک کرته و بسیار کرته طبی، 400 عدد رسپیراتور و عینک‌های محافظتی، 2280 لیتر گیپاخلورید کلسی، 600 لیتر گیپاخلورید ناتری و 400 لیتر محلول‌های آنتیسپتیکی جای دارد و برای تبابت بیماران همه روزه استفاده برده شده ایستاده است. برای تبابت این بیماران همین ذخیره‌های مواد یک کرته، داروواری، مواد آنتیسپتیکی، مواد بی‌ضرر کننده، اینچنین دستگاه‌ها برای پوشیدن داروواری برای بی‌ضررگردانی تیار کرده بودند. همچنین اطلاع داده شده جهد و تلاش‌ها و جانثاری فداکاری‌های طبیبان و کارمندان بیمارخانه مرکزی شهر از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، صاحبکاران باننگ و ناموس و اشخاص سخاوتپیشه منتظم قدرشناسی می‌گردد. امروز صاحبکاران جمعیت سهام پوشیده امک برکت و 179 نفر کارمندان بیمارخانه یخالتگی اور، صاحبکاران دیگر به مقدار معین گوشت و روغن، سبزیجات و پالیزی‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی به هر یک نفر کارمند تیپ 200 سومانی مبلغ کمک رسانیدند. مجود بابازاده از شهر استرابشن برای برنامه اخبار. استرابشن گلشنی